صبح 23 اکتبر ساعت 4:58 دقیقه به وقت مسکو در گذرگاه ایستگاه روی آهن لیدیانیا راننده یک ماشین بورکش قاعده حرکت را ویران کرده بالای روی آهن برآمده به قطاره بورکش برخورده است. اداره روی آهن زبایکالی زبجده خبر داد که در نتیجه صدمه لگومتیو و 14 وگان از راه بیرون شده است و راننده ماشین به هلاکت رسیده. رانندگان قطار روی آهن را در بیمارستان بستری کردند. راننده ماشین بورکش با وجود سیگنال منع حرکت قاعده های حرکت را ویران کرده هنگام گذشتن قطاره بورکش برای آهن برآمده است. ماشینیست شبکه ترمز عاجل را به کار انداخته است ولی از بس که فاصله خیلی نزدیک بود از برخورد پیشگیری کرده نتوانست. خبر داد زبجده. یکی از خوانندگان بامداد که در ولایت امورکو زندگی میکند آن سحر تصادفاً از محله حادثه میگذشت و چند عکس گرفته به بامداد فرستاد. او از آن تشویش داشت که مهاجران تاجیک از همین روز زیاد روا میکنند و خدای نکرده کدام آنها در این صدمه آسیب ندیده باشد. خوشبختانه معلوم شد که کسی از مهاجران تاجیک در این حادثه آسیب ندیده است.